سلام دوستان، در ادامه سلسله ویدیوهای ساخت رادیو کنترل رسیدیم قسمت سوم ساخت رادیو کنترل. ما دیگه کارهای برد رادیو کنترل انجام دادیم، کارهای صفحه نمایشگرش انجام دادیم. این دو تا سویچ یا کلید هم ما معرفی کردیم به رادیو کنترل. این هست برای پورت جایرو و این هم برای زمانی که ما میخوایم روشن باشه، یعنی رادیو کنترل و رسیور و رادیو با هم دیگه در ارتباط باشن ولی داده‌ای بینشون نباشه. ما اینو به این صورت تعریفش کردیم. و یک نکته دیگه که روی این رادیو کنترل ما اومدیم انجام دادیم، بحث کالیبره کردن اسپید کنترل. یعنی شما اسپید کنترل هم میتونید روی این رادیو کنترل مثل رادیو کنترل‌های دیگه کالیبره کنید. حالا ما همینجا هم بحث اسپید هم بحث کالیبره کردن رو نشونتون میدیم، هم مابقی کاری که روی انجام شده. و خب این هم نگاه کنید، این همون برد پیکو زیرو و NRF هست که ما اومدیم به صورت موقتی روی هم پکش کردیم و اینجا هم برد جایرو رو اومدیم وصل کردیم به این برد NRF و بعد هم از اینجا یک هدر اومدیم درست کردیم. این همین جا سوکتی هایی که روی رسیورهای بازاری هست و اصطلاحاً سوکت های فرامین هواپیما رو اومدیم به این وصلش کردیم. خب حالا میریم سر وقت راه اندازی. اول دکمه راه اندازی رادیو کنترل، دیسپلی روشن میشه. بعد شما نگاه کنید اینجا هست مقادیر باتری که ما 2 تا باتری گذاشتیم دیدین و توی اون حتی ما برد شارژ باتری هم گذاشتیم که دیگه نیاز نباشه این برد باید بیاریم بیرون مثلا جای سوکتش و بتونه با شارژر موبایل شارژ کنه. و خب این اسپید مقادیر استیک گاز رو به ما نشون میده یا تراتل رو. و بعد نگاه کنین این اتوپایلوت، البته اینجا اتوپایلوت نیست، همون جایروره. اینی که میزنیم آن میشه یعنی فعال. و بعد استاتوس اصطلاحاً چی؟ نو کانکت، یعنی ما با وجودی که وصلیم به رسیور ولی هیچ گونه داده‌ای نداریم. اینی که میزنیم کانکت میشه، یعنی ما میتونیم داده ها رو اصطلاحاً این استیکا فعال بشه. خب حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ در وهله اول میخوایم اسپید کنترل رو کالیبره کنیم. خب اینو روشن میکنیم و حالا بحث صدای موتور تمام. حالا این میریم روی سه تا گروه و الان اسپید کنترل ما برای موتور فعال شد. الوران ها و الیواتور و از همه مهمتر برد جایروی ما هست. نگاه کنید این مال الوران یا رول ما و اینم محور پیچ ما. حالا اگر رای فیلم بردار بیاد از این سم بگیرن، این محور باید این وقتی بخوایم نصبش کنیم به این صورته. شما فرامین الوران ها رو اگه نگاه کنیم، این محور رول و اینم محور الیویتور، محور پیچ ما. یعنی دقیقاً این بحث جایرو ما اومدیم ستش کردیم با بحث پیکو زیرو و NRF و جایروی ما الان دقیقاً نکنیم قشنگ. یعنی این اگر بخواد مثلا روی هواپیما باشش، یک کسی که مبتدی هم باشه میتونه راحت با این برد با این رادیو کنترل پرواز کنه و این دیگه دائم جایرو هم بهش وصله. و خب اینا همه رو ما اومدیم با مینی پایتون اصلا میکرو پایتون اومدیم این رو برنامه‌نویسی کردیم و برنامه‌شو دادیم به اینا و اجرا کردیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.